یک آیت و حدیث بیار که لا تقلدو فإن التقلید شرکن، یک تا بیار، زیاد نه. پدرتم آورده نمیتونه، این هم نشد. من متعصب نیستم و اینم براتان میگم که انصاف که در ارتباط فرقه های اسلامی الله به من نصیب کرده، به کسی دیگری هم خواد کم یافتی، به کسی دیگری هم خواد کم یافتی. چرا؟ یا کافرت میگه یا بیدینت میگه لا مذهبیت قنطرتون للا دینیت، کسی که مذهب نداره پول لادینی است. پس بسیار جرأت تمام است. مذهب هم در 4 حصر میکنه، هر که در 4 هم نیست پول بیدینی است. امام بخاری را بیدین میکشه که مذهب نداره، امام مسلم را بیدین میکشه که مذهب نداره، پس باقی میمونه خودش دیندار بس خلاص. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کنین اهل ذکر را، یعنی اهل کتاب را، تورات و انجیل را اگر هستید نمیدانید. بس را عمومی میگیریم. سؤال اهل علم مسئولیت و مأموریت ماست. قرآن قواعد میگذارد، هرگاه که از قرآن و حدیث خودت مسئله کشیده نتانستی، هرگاه که فهم دین را، درک دین را تو نتانستی، اونجا باز اهل علم پرسان کو، اونجا از اهل علم پرسان کو خلاص. و فی الآیه دلیل علی وجوب المراجعه الى العلماء للجهال فيما لا يعلمون وأن الأخبار مفيدة للعلم إن كان المخبر ثقة يعتمد عليه. قاضی ثناءالله پانیپتی رحمت الله علیه می فرماید در این آیت دلیل است که باید مراجعه به سوی علما شود. کی مراجعه کند؟ افرادی که جاهلن، افرادی که علم ندارن، اونا به علما باید مراجعه بکنن. و زمانی که عالم گزارش میدهد مفید علم است، به شرطی که اون عالم ثقه باشه، به شرطی که عالم ثقه مورد اعتماد اهل دین علما باش. اگر اون عالم کذاب باش، اگر اون عالم نباش، مورد اعتماد نباش، نه به او مراجعه شوه و در صورت مراجعه گپ از او قابل اعتمادم نیست، گپی من نیست. و فی الآیه دلیل، در آیت دلیل است علی وجوب المراجعه، زیرا فاسألو امر برای وجوب است، دلیل است به وجوب مراجعه به سوی علما. به کی مراجعت شود؟ اهل ذکر. اهل ذکر ذاکرین نمیگه، مراد از اهل ذکر اینجا خانقایان را نمیگوید، بلکه اهل علم را، اهل قرآن را، اهل حدیث، کسایی که به قرآن و حدیث معلومات دارن، مانند امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، اینا علما هستند. خلاصه مراد از عالم، عالم دین است، عالم منطق و فلسفه و ریاضی و کیمیا نه، اونا در بخشای خود مسئولیت دارن. اول اینجا ما چند چیز باید بفهمیم. اول این که مراد از ذکر کتاب آسمانی است. بلند بگو مراد از ذکر چیست؟ بلند بگو نه؟ کتاب آسمانی است. پس معلوم شد مراد از اهل ذکر محدث، مفسر، فقیه هست. مراد از اهل ذکر محدث، بگو مفسر، فقیه هست. و زمانی که عام مردم هر گروهی که است، دلت امام است، قاری است، مولانا است، خون نمیفهمی، هرگاه که نمیفهمیدی سر تو واجب است که به علما ارجاع کنی قضیه را. لیکن بحث دومی شد که عالم که به تو فتوا میته باید تو عمل کنی، مفید عمل است، موجب علم است، به شرط که عالم ثقه یعتمد علیه باش، به شرط که عالم ثقه یعتمد علیه باش. این تحقیق و این آیت به نظریات های افراطی و تفریطی به اردو رد کرد، نقطه پایان گذاشت. برادرانی که میگویند هر کس خودش از قرآن و حدیث بگیره، هر کس خودش از قرآن و حدیث مسئله بگیره، این هم صحیح نیست، این گپ هم صحیح نیست. زیرا کسی بگیره که عالم است، کسی میتونه که از قرآن و حدیث حکم را بگیره. یک امر به 18 معناست، یک امر به 18 معناست. آیا یک آدم عادی کی میتونه که تعیین کنه؟ مثلا فاسالو را یک آدم عادی کی میتونه بگه امر برای چی است؟ امر برای وجوب است یا استحباب یا ند؟ و اذا حللتم فاصطادوا، زمانی از احرام فارغ شدی تو برو شکار، عالی را کی به ما بکشه که امر برای استحباب است؟ از این خاطر بحث ها بر سر این است، هر شخص، هر عالم، هر بنامش ملا،
نمیتواند که از قرآن و حدیث بالذات خودش حکم بکشه تا زمانی که به یک تفسیر، به یک شرح حدیث، به یک کتاب مجتهد مراجعه نکنه. خود هر کس نمیتونه. اما برادری که من و تو را دعوت میکنه که ما پیروی هیچ کس نیستیم، بل از قرآن و حدیث میگیریم، خود ما مشکل داره، خودش هم نمیتونه. چرا؟ ما اگر به تفصیلات نماز بریم، در نماز 12 فرض اتفاقی است، مثلا 6 تا بیرون 6 تا درون، یعنی میره میگم از قرآن و حدیث به ما بکش. از قرآن و حدیث که به ما این امر را آورد، میگم این امر تو برای فرض گرفتی، یعنی شبیه ازی جسیر چرا در سنن آوردی؟ ایره چرا آوردی؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، امر پیامبر است. مثل پیامبر نماز خواندن در رکوع، در قومه، در جلسه، در فاصله پای، در استادن، کل چیز. صلو کما رأیتمونی اصلی مشتمل فرض، واجب، سنت، مستحب، کلش است. جناب حالی که تو تقسیم میکنی، یعنی قسمت های نماز فرضش است، این واجباتش است، این سننش است. برای ما دلیل بگو از قرآن و حدیث. به چی دلیل فرض میگی، واجب و واجب در ما تقسیمش از قرآن و حدیث بکو؟ اینا خب ما نمیتونیم. اینا که ما نمیتونیم به قول کسی بریم که بعد از ما بالاتر باش و پس اون بازم اتباع و پیروی از دیگرها شد. از این خاطر تفصیلات دیگری هم در زندگی است. عموما در وضو 4 فرض است و چند سنت است و چی است، این تفصیلات هم باید ما بفهمیم. در حالی که لا وضو لمن لم یذکر اسم الله لمن لم یسمی، کسی بسم الله نگه وضو از او صحیح نمیشه. یک طرفی رقم، یک طرف میگه بسم الله گفتن در وضو سنت است. برادری که تو را میگه که ما پیروی کسی نیستیم، قسم بده که در وضو کردن در زندگی چند دوره بسم الله گفته، اکثر اوقات ترک میشه از آدم. بسم الله خب حدیث پیامبر خود ترک شد، وضو صحیح نمیشه. پس به این اساس هدفم یک طرف رد به سر افراد گرایی است. این از جمله صورتای افراطی است، افراطی که هر چیز خود ما از قرآن و حدیث بگیریم. نه خیر. حافظ ابن تیمیه رحمت الله علیه، شیخ الاسلام، کتاب رساله در مجموعه الرسائل، در مجموعه الرسائلش هم میگوید که کسایی که از قرآن حدیث مسئله کشیده نمیتوانند، مجبورن به تقلید، مجبورن به اتباع از شخصیتی که بالاتر از اینها است. از این خاطر به نظر قرآن فاسألوا اهل ذکر میگه سوال کت اتباع فرق داره، سوال کت تقلید فرق داره، فرق نداره. مثلا ما هر مسئله را از یک نفر سوال میکنیم، پرسان میکنیم که عمل بکنیم یا نکنیم. اگر عمل کردیم امو اتباع است دیگه، اگر عمل کردیم امو اتباع است. اگر عمل نمیکنیم خیلی چرا سوال میکنی؟ فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوالت پرسان میکنی امی چطور است، با تو میگه که حرام است. امی چطور است، با تو میگه واجب است. امی چطور است، با تو میگه فرض است. با امو عمل بکنیم نکنیم. اگر عمل کردیم گپ خلاص است دیگه، عمل کردیم اتباع است. از خود بزرگوار همیشه که پیروی کسی میگه ما نیستیم غیر از قرآن و حدیث، از خود از این ما روزانه 10 سوال میگیریم. 10 سوال میگیریم، یا حرام میگه یا حلال، حرام و حلالش بپذیریم یا نپذیریم. اگر نپذیریم خو این تضییع و عبثیت در عمر است، اگر میپذیریم خو اتباع است، اتباع است. از این خاطر همین سوال از پیشش میکنیم که تقلید درست است یا نادرست. حتما میگه نادرست، خودش امیر بگیریم نگیریم. اگر میگه پا گرفتیم خود تقلید شد، پس از تو اتباع شد. اگر نگیریم چی فایده؟ وقتی که ما میگیم که تو به ما فتوا دادی که حرام است، از تو دلیل پرسان میکنیم. یک آیت و حدیث بیار که لا تقلدوا فان التقلید شرک. یک تا بیار، زیاد نه، پدرت هم آورده نمیتونه، این هم نشد. پس از این خاطر جنبه های افراطگرایی به این گپا خلاص است. و فی الآیت دلیل علی وجوب المراجعه الی العلماء. لیکن کی مراجعه کنه؟ جهال. ده چی مراجعه کنن؟ ده آنچه نمیدانن، ده فهمیدگیش نه، ده آنچه نمیدانن. ولی به اخبارم مفید علم است، گزارش مسئولان مفید علم، ولی به شرط که مخبر ثقه یعتمد علیه باش. ثقه را میفهمین. در ثقه بودن خب بیغم باشین که ما و شما ثقه نمیشیم. بیخی مطمئن باش، بیخی مطمئن براتان ایمان قاطع دارم که ما علمایی را که زنده و حیات میبینین این افراد ثقات نیستن. بیخی بیغم باش. همان ثقات است که از کبایر خود توبه کرده باش. در غیر از او ثقه شدن کار ساده نیست. ما وقت اعتبار داریم که از ثقات نقل قول کنیم. ما خود ثقه نیستیم. آن که تو را دعوت میکنه که اتباع از ما بکو ثقه نیست. وقتی که ثقه یعتمد علیه نیست، ما باید از کسی نقل کنیم که ثقه و یعتمد علیه باش. و او را که نقل از او کردیم اتباع است. اگر از شمس الدین ذهبی نقل کنه، برادری که پایبند مذهب نیست، که شمس الدین گفته این حدیث ضعیف است، عموم مذهبش است.
اگر از ابن حجر نقل کنه که گفته این حدیث صحیح است، اما مذهبش است، تو از خود چیزی نداری. تو از جناب شمس الدین ابن معین ابو زرع ابو امام بخاری نقل میکنی صحیح است ضعیف است، اما مذهبت است دیگه. من نقل میکنم فلان گفته صحیح و ضعیف است، پس همون مذهب است. برمیگردم که نه تو ثقه است نه ما، ناگزیر پیش میشه ضرورت که نقل از ثقات شود. نقل از ثقات که میشه مشکل حل است. به نفس جرح، اگر یک انسان به نفس جرح شود، امام نسائی امام بخاری امام ابو حنیفه را جرح کرده. امام نسائی رحمت الله علیه امام ابو حنیفه را جرح کرده که ثقه نیست. امام زحلی امام بخاری را جرح کرده که ثقه نیست. امام زحلی استاد امام بخاری جرح کرده که معتزله است یا ثقه نیست. اگر به نفس جرح از درجه ساقط شود، بخاری امام ابو حنیفه اردوش ساقط است. بخاری که صفحه زندگی ما بروه دیگه برای ما مرگ است، دیگه کسی هم ثقه باقی نمیمونه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که از صفحه زندگی ما بروه، امام بخاری هم از بین میره. چرا؟ 20 چند ثلاثیاتی که داره، شیخ اولش شاگرد امام ابو حنیفه است. خود امام ابو حنیفه که آدم ثقه نشد، شاگردش خو نمیشه و نمیشه دیگه، از اونم غیر ثقه خواد برآمد دیگه. پس به این اساس خرابی اکثره میره به طرفی که نظام بیخی گدوت میشه. این سیستم رد بالای افراطگرایی است. افراطگرایی هایی که همه میگن ما خود ما مجتهد هستیم، قرآن سنت. بله، قرآن سنت ابعاد مختلف داره. قرآن یک جای میگه که در قیامت سوال میکنن یکی دیگر را، و اقبل بعضهم علی بعض و هم یتساءلون. یک جای میگه سوال نمیکنه. الله میگه فوربک لنسالنهم اجمعین، قسم میخوره که من همه را سوال میکنم. دیگه جای میگه فیومئذ لا یسأل عن ذنبه المجرمون، مجرم از سوال نمیشه. یک جای میگه ولا یکتمون الله حدیثا، هیچ چیزی را پد نمیتونن. یک جای میگه قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، قسم به پروردگار ما مشرک نبودیم. رنگ آیات است، رنگ. یک جای مطلق است، یک جای مقید. یک جای خون حرام است، یک جای خون روان حرام است. یک جای تحریر رقبه است، یک جای رقبه مؤمنه است. مانند از مطلق قرآن، مقید قرآن، عام قرآن، خاص قرآن. پس اینمی به صورتهای مختلف هیچ امکان نداره که زندگی را ما از طریق خود ما حل کنیم. از طریق خود حل نمیتونیم ما، تا زمانی که قضیه را با هم در تفاهم و ارجاع فیصله نشوه. جاهل و عالم، نمیفهمیدگی به فهمیدگی. خواب است بیدار، بلند بگونی حالا به اتباع ضرورت شد نشد، به اتباع ضرورت شد نشد، بس خلاص. باز دیگه از پیش خود فتوا نتی، از پیش خود فتوا نتی. ما برات فیصله کردیم. همیشه من متعصب نیستم و ایرم براتان میگم که انصاف که در ارتباط فرقه های اسلامی الله به من نصیب کرده، به کسی دیگری هم خواد کم یافتی، به کسی دیگری هم خواد کم یافتی. چرا؟ یا کافرت میگه یا بیدینت میگه لا مذهبیت قنطرتون للا دینیت. کسی که مذهب نداره پول لا دینی است. پس بسیار جرأت تمام است. مذهب هم در 4 حصر میکنه، هر که در 4 هم نیست پول بیدینی است. امام بخاری را بیدین میکشه که مذهب نداره، امام مسلم را بیدین میکشه که مذهب نداره. پس باقی میمونه خودش دیندار، بس خلاص. از این خاطر این انصافا هم در وطن هست دیگه. با او خاطر هدفم در اینجا بود که بحثای اتباع از مذهب، اتباع از مجتهد، این ضروریات زندگی ماست. اما برادری که میگه من اتباع از کسی ندارم، او اتباع از کسی داره، یا از شیخ البانی داره، یا از ابن قیم رحمت الله علیه داره، یا از ابن تیمیه داره. شاید بگویه که ما از اونا دلیل قرآن و حدیث را گرفتیم. ما در جواب میگیم تو برداشت ابن قیم از حدیث را گرفته، ما برداشت امام ابو حنیفه از حدیث را گرفتیم. پس معنای رقم میش دیگه نمیرسین. در یک حدیث بخاری است که شهدای احد جنازه شده، در دیگهش است نشده. فلهذا امام شافعی چی میگه؟ چه رقمی که شهدا را غسل داده نمیشه، عین شکل شهید به جنازه دفن خاک میشه. امام ابو حنیفه میگه نه، اگرچه غسل داده نمیشه ولی جنازه میشه. اینا بگی میدان پوره کن. اگر تو بگویی که ما نه پیرو شافعی هستیم نه پیرو حنفی هستیم، خیلی چی هستی؟ رسول معظم 2 صحیح حدیث در یک بخاری ثابت است. 2 حدیث صحیح در یک بخاری ثابت است که اردویش هم در یک جاست. بگو با ما که کدامش بگیریم کدامش نگیریم. هر کدامی را که گرفتی دیگه ش به قرآن و حدیث رد کو. هر کدامی را گرفتی دیگه ش بگو به قرآن و حدیث نمیپذیرم، در غیر از او دیگه دلیل با ما قبول ندارم. اگر تو بعد از نقل شمس الدین ذهبی گفتی که یعنی حدیث نمیگیرم، ما از امام ابو حنیفه میگم که نمیگیرم، باز چطور میکنی؟ مشکلت حل نمیشه. بایی متوجه باش. فلهذا محدثین احناف میگن
کسی که میگه جنازه نشده جابر ابن عبدالله است. راوی جابر ابن عبدالله است. جابر پدر شهید شده، مصیبت زده است. مصیبت زده است در قضایا مدینه برو خانه برو اوسو برو ایسو بیا، جنازه در میدان شده، از جنازه باقی مانده، آمده که مردم دفن خاک کرده رایستن. او کسی که میگه جنازه شده او مصیبت زده نیست، در مجلس حاضر است، نصب العین است. برداشت احناف ای است. علی نه قرآن شد نه حدیث. علی در این توجیه که من کردم بیار یک قرآن و یک حدیث که جابر حاضر بوده نبوده، پس این مسئله به ما مشکل تمام میشه. ناگزیر هستیم که وقتی میاریم از قول صحابه که حاضر نبوده باز نشد. بس از این خاطر رسول خود نگفته که جابر نبود، رسول خود نگفته که جابر نبود، شما گپ زیر نگیرین. ناگزیر، ضرور بی ضرور تو حتما اتباع از کسی میکنی، یا شمس دین ذهبی یا از کس.